سلام دوستان عزیزم، امروز میخوام سیم کشی کامل موتورهای CD و CG رو بهتون آموزش بدم. قبل از هر کاری ازتون میخوام که این رنگ این سیما رو حفظ کنید. بچه واسه خودتون میگم، این اگه رنگ این سیما رو حفظ کنید، الان میرم تو این صفحه‌ای که خود سیم کشی جلوتون قرار میگیره، اونطوری بهتر میتونید بفهمید که چی میگم. پس شما اول این رنگ سیما رو حفظ کنید تا بریم خود سیم کشی بهتون نشون دادم که طریقه وصلش چجوریه. من خودم یه بار دیگه این رنگا رو واسهتون میخونم تا بهتر متوجه بشید. خب قسمت اول سیم مشکی خط سفیده که بین سویچ و ترانزیستور متصل میباشه. سیم مشکی خط قرمز بین بوبین جرقه و ترانزیستور قرار میگیره. سیم مشکی خط زرد بین ترانزیستور و کوئل. سیم سبز خط سفید بین پیکاپ و ترانزیستور. سیم آبی خط سفید بین پیکاپ و ترانزیستور. سیم سبز خط قرمز بین زغال دنده خلاصی و چراغ متصله. سیم زرد بین بوبینای شارژ و چراغای جلو و شارژر. سیم خط سفید یا سیم سفید یا صورتی بین بوبینای شارژ و شارژر متصله. سیم سبز بین قطب منفی باتری و سویچ و بدنه و شارژر. سیم قرمز بین قطب مثبت باتری و سویچ و شارژر. سیم مشکی بین سویچ و بقیه مصرف کننده ها. آقا این سیم مشکی بین سویچ و بقیه مصرف کننده رو با سیم مشکی خط سفید که بین سویچ و ترانزیستور اشتباه نگیرید. سیم سبز کمرنگ بین شاسی بوق و خود بوق. سیم سبز زرد بین شاسی ترمز و چراغ استاپ ترمز. سیم آبی کمرنگ بین کلید راهنما و چراغ راهنما. سمت راست یعنی آبی کمرنگ. سیم نارنجی کمرنگ بین کلید راهنما و چراغ راهنما سمت چپ. سیم آبی پررنگ بین کلید چراغ جلو و نور بالا. سیم سفید بین کلید چراغ جلو و نور پایین. سیم قهوه‌ای بین کلید چراغ جلو و چراغ پلاک عقب و زمینه صفحه کیلومتر. سیم قهوه‌ای اینطوریه. سیم سبز هم که اتصال به بدن است کلا. خب سلام دوستان، این سیم کشی قسمت عقب موتور رو میخوام بهتون توضیح بدم. از سمت راهنما سمت راست ما دوتا سیم داریم، یکی سیم سبزه که اتصال به بدن است، یکیش هم سیم آبیه که راهنمای جلو سمت راست هم به همین رنگه و سمت چپ موتور که راهنمای سمت چپ سیم زرده که سلام دوستان، قسمت سیم کشی قسمت عقب موتور رو میخوام بهتون توضیح بدم. از سمت راهنمای سمت چپ دو تا رشته سیم داریم که یکیش اتصال به بدن است، یکیش هم سیم به رنگ آبی که قسمت جلوی موتور راهنماش هم به همین رنگ آبیه و قسمت سمت چپ یعنی راهنمای سمت چپ یه سیم اتصال به بدنه و یک سیم زرد که در اصل باید نارنجی باشه، چون این سیما استاندارد نیستن، بعضی شرکت ها رنگ بندیشون فرق میکنه. و بعد سمت خطر رو داریم که سه رشته سیم اومده ازش بیرون که یکیش به رنگ قهوه‌ای چراغ خطر و یک رشته سیم دیگه به نام سبز خط زرد که استوب ترمز واسه استوب ترمزه و قسمت دیگه هم که اتصال به بدن است. یعنی از خطر ما سه رشته سیم داریم، یکیش واسه خود چراغ خطر، یکیش موقعی که ترمز میگیریم یعنی استوب ترمز و یکیش هم اتصال به بدن است. خب دوستای عزیزم، قسمت عقب موتور تموم شد. حالا میایم سمت بوبین و باتری موتور. قسمت بوبین رو بهتون توضیح بدم که دو رشته سیم به رنگ سبز خط سفید و آبی خط سفیده که از پیکاپ میره سمت ترانزیستور که این دو رشته سیمه
به رنگ آبی و سبز خط سفید. بچه این خط سفید یکم اگه متوجه شدید. خب سیم بعدی سیم زرد که بوبین چراغه و سیم سفید و سیم قرمز که بچه این سیم میره به از بوبین میره به شارژر و سیم سفید که میره داخل تران. خب حالا بچه ها قسمت بعدی موتور که اتومات استارت بهش میگن 4 رشته سیم داره که 2 تاش مثبته، 2 تا پای مثبته که یکیش میره به قطب مثبت باتری به رنگ قرمز و قسمت دیگه هم مثبتی که میره به سمت استارت و 2 رشته سیم بعدیش که پایه‌های منفی قرار داره یکیش زرد خط قرمزه که میره به کلید استارت و اون یکی هم سبز خط قرمزه که استوب ترمز بهش میگن و میره سمت کله چراغ. سبز خط قرمز همون پایه منفی ماه که ما میتونیم به باتری هم مستقیم وصل کنیم. خب بچه ها قسمت کله چراغ رو توضیح میدم بهتون. سمت قلوه سمت چپ که این سیمی که از قلوه اومده سه تا رشته سیم داره که یکیش سبز اتصال به بدنه، یکیش آبی که واسه نور بالاست و یکیش نور پایینه به رنگ سفید و 2 تا سیم دیگه ای که به شکل سوکتیه واسه کیلومتر. ما اینجا کیلومتر نداریم، کیلومترمون دکوریه که وقتی ما چراغ خطرمون رو روشن میکنیم چراغ زیر کیلومترمون روشن میشه. یه سیم سبز اتصال به بدنه داره. قسمت بعدی موتور قسمت بعدی سیما که 2 رشته سیم توسی داره که میره سمت اتومات راهنما و یک سیم سبز اتصال به بدنه و یک سیم سبز کاهویی که میره به بوق. قسمت سمت راست موتور یعنی قلوه سمت راست سیم زرد خط قرمز داریم که استارت. سیم توسیه که با این توسی سمت قلوه سمت چپ به هم متصل میشن و یه رشته سیم میشن جفتش، یعنی با یه رشته سیم به هم متصل میشن میرن سمت اتومات. سیم نارنجی که راهنمای سمت راست ما رو روشن میکنن و سیم آبی که این سیم آبی ما اینجا وصل شده به توسی واسه راهنمای سمت چپ. سیم قهوه‌ای که چراغ خطر ما رو روشن میکنه و سیم آبی کمرنگ که وصل میشه به یک رشته سیم آبی که ما راهنمای سمت چپمون رو روشن میکنه. قسمت بعدی سیم نارنجی داریم که تک سیمه، یعنی به 2 سیم متصل نمیشه واسه راهنمای سمت راست. سیم قهوه‌ای رو هم بهتون توضیح دادم و یه سیم نارنجی دیگه داریم که به
به دو رشته سیم وصل میشه، یعنی این واسه جفت راهنماست و ما هر وقت جفت راهنما رو خواستیم روشن کنیم، راهنمای عقب و جلو، اینا از این سیم استفاده میشه. و قسمت سویچ رو هم که توضیح دادم بهتون.